عرض شد که وقتی قرار استعدادت رو کشف بکنی باید مراقب این باشی که شیطان دخل و تصرف در این کشف استعداد نکنه. اولین جایی که وارد میشه. خب تا ما میگیم آقا استعدادت رو کشف بکن، انسان ها عمدتاً دنباله این میرن که من میتوانم نقاش بشوم، میتوانم مثلا تاجر بشوم، میتوانم مهندس بشوم و غیر ذالک، و اصلا به این فکر نمی کنن که این افقی که من دارم دنبال کشف استعداد میکنم افق حقیقی یک انسان است یا نه. پس همینجا رد پای شیطان دیده میشه. واقعا شیطان وارد این مطلب میشه که شما را در یک افق پایین تر قرار بده و بگه غایت شما همینجاست، تمام استعداد شما همین است و در همینجا بچرخ. کما اینکه شما یک انسان رو بذاریدش در یک شهر کوچیکی بگید همه دنیا همین است. خب این بزرگترین خطر و بزرگترین خیانت به اون انسانه. شما میتوانی بیشتر کشف بکنی اما بگن همه دنیا همین قدر است. واقعیت اینه وقتی ما حرف از استعداد میزنیم، اولین استعدادی که ما باید کشف کنیم اینه در کل این در و اصلا فلسفه خلقت ما چی بود، قرار بود چه باشیم و در چه نقطه قرار بگیریم.